یه وقت در خانه میری خوش و خندان با معصیت بینمازی کردی، به گفته حسن بصری رحمت الله علیه، من چند هفته قبل گفتم که مرد آمد گفت ای حسن بصری تو گفتی اگر کسی گناه بکند او را خدا عذاب میکنه. من خب گناه میکنم خدا مرا عذاب نکرده؟ هر نوع گناه را انجام دادم الله خب مرا عذاب نکرده؟ حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمود نماز میخوانی؟ گفت نه خیر. گفت این عذاب خدا هست. قرآن میخوانی؟ گفت نه خیر. شوق الله در قلبت است؟ گفت نه خیر، این عذاب خدا هست. از دین خوشت میآید؟ نه خیر. گفت این عذاب خدا هست. دیگر چی نوع عذاب بکنه پروردگار که تو را نمیگذارد برابرش سجده بکنی؟ که کلانترین عذاب است همین. بنابراین عزیز من وقت در خانه برمیگردی میایی میبینی که فرزند از سر بام پایین افتاده، سرش کفیده، شق شده، اینی زمان زاری هست. چرا این کار کرده؟ به خاطر که موتور به سوی خود فرا بخوانه. خیلی انتظار کشید نیامدی، آل گوشت تاپ میته. خیلی انتظار کشید نیامدی، یک بار ببین تمام مال را دزد برده. خیلی انتظار کشید نیامدی، یک بار ببین کسی دکتر برات میگه سرطان داری، 180 درجه زندگی تغییر میکنه. اصلا تمام امیدهای دفن شد. این زمان است که الله جل مجدوه دیگر دست رحمت را دراز میکنه که قلب تو را بالا